سلام. یا گردنبند طلایی که بهم هدیه داده بودی آوردم اینو بهت پس بدم، بگم که هیچ چیز دیگه بین ما نیست. چرا؟ این یه طلا کادویی بود که واسم خریده بودی با یه ساعت طلا. اون ساعت رو میخوای؟ آره اگه پیشت میخوام. ساعت نه الان پیشم نیست، خونه است. میخوای برم بیارم؟ نه دیگه خب بیای ما میخوایم بریم. بهش گفتیم چه نسبتی داشتی؟ بهش گفتی؟ مثلا شما ندیده بودم. چه نسبتی داشتیم با؟ تو دخترم بود دیگه، ولی من میخوام امروز تموم کنم این رابطه رو سر اون حرفت. میدونی که چی گفتی بهم؟ آره میدونم. حرفت که یادته؟ آره یادم. آخرین اسمسی که بهم دادی. خواستم تمومش کنم. حرف آخر چیه؟ هیچی تموم کن. برو. هیچی نمیگی بهم برم؟ الان دارم باید خداحافظی میکنم. خداحافظ دیگه. همین؟ آره. هیچی نمیگی بهم؟ نه دیگه خب برو دیگه. برم؟ برو. من اونو چرا گرفتی هستم؟ برای خودم برای خریدم. خودت خریدی واسم؟ آره. من الان تو رو نمیشناختم. چرا نمیشناختی؟ الان گفتش اکسمه، دوست دخترم. اومده بودم امتحان کنم، همینجوری گذری. نه اکسمه. گردنم نمیگیره. داشتم ازت فیلم مخفی میگرفتم ببینم چه ریاکشنی نشون میدی. دوربین ما رو میبینی؟ نگاه اون پشت سیم کارت رو نگاه کن. دیدی؟ کجا؟ نگاه اون بر بیا بیرون. یه جلو. یه لایک نشون میدی شما. دوربین رو نگاه کن. داری خجالت؟ نه دیگه نگاه نمی‌کنم.